سلام، خوش اومدید به یه ویدیو معرفی محصول دیگه. توی این ویدیو میخوام 5 تا از بهترین خودتراش و تیغ اصلاح تا 300,000 تومان رو بهتون معرفی کنم. لازمه بگم این 5 مدل رو از بین کلی محصول پیدا کردم که بیشترین رضایت خرید و کیفیت رو در بین بزرگترین و معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی توی این بازه قیمتی داشتن. پس اگر همیشه دنبال پیدا کردن بهترین محصولات هستی، کانال رو سابسکرایب و علامت زنگوله کنار اون رو هم بزن. داخل بهترین ها کلی ویدیو به درد بخور داریم که قطعا به دردت میخوره. قبل از اینکه بریم و 5 محصول این ویدیو رو با هم ببینیم، میخوام یک نگهدارنده ژیلت رو بهتون معرفی کنم. این وسیله خیلی کاربردی وظیفش نگه داشتن و آویزون کردن ژیلته که باعث میشه تو حموم از رسیدن رطوبت و یا افتادن اون کف حموم جلوگیری کنه. این نگهدارنده رو با چسب دو طرفه‌ای که داره میتونید به دیوار حموم بچسبونید. همچنین نگهدارنده های ژیلت مدل های دیگه‌ای هم دارن که این نگهدارنده جزء پرفروش‌ترین های بازاره و به نظر من داشتن حداقل 2 تا از اونها برای هر خونه لازمه. اولین محصول یک تیغ اصلاح ابروه که توی بسته‌های 6 تایی عرضه میشه. قطعا بعضی مواقع خانم‌ها وقت رفتن به آرایشگاه و مرتب کردن ابروهاشون رو ندارن. ضمن اینکه بند انداختن باعث جوش زدن پوست میشه و وکس انداختن هم باعث شل شدن پوست. پس بهترین راه حل استفاده از تیغ اصلاح ابروه. محصولی که میبینید توی بسته‌های 6 تایی عرضه میشه و یه درپوش شفاف هم به شکل شونه داره که راحتی استفاده از اون رو بیشتر کرده. محصول دوم یک خودتراش مردونه است که 6 تا تیغه خیلی تیز داره و همین موضوع باعث شده که کیفیت اصلاحش خیلی بالا باشه. طراحی بدنش هم طوریه که خیلی خوش دسته و با تیغه استیل ضد زنگ و صابونی که روی سطح این خودتراش وجود داره باعث میشه تا از اصلاح با این خودتراش لذت ببرید. محصول سوم یک خودتراش از برند ژیلته که مخصوص آقایونه. قطعا کسی نیست این برند رو نشناسه و خیلیا حتی به خودتراش ژیلت هم میگن و فکر میکنن ژیلت همون خودتراشه، در صورتی که ژیلت اسم این برنده. این مدل توی بسته‌های 3 تایی عرضه میشه و 3 تا تیغ استیل تیز هم داره که باعث اصلاح دقیق و بی آسیب زدن به پوست شما میشه. همچنین قسمت زیر تیغه‌ها از نوار مخلوط شده با ژل لوبریکانت ساخته شده تا به یه تجربه بالا از کیفیت و اصلاح فوق‌العاده دست پیدا کنید. محصول چهارم یک خودتراش از برند ژیلته، اما مخصوص خانم هاست. این محصول یک تیغ سلبه یدک هم همراهش هست که میتونید از هر سری اون برای 10 بار استفاده کنید. همچنین هر سری اون یک نوار ژلی که حاوی روغن معدنیه و با رایحه گل مخلوط شده باعث روانکاری در اصلاح و دقت و سرعت بیشتر اصلاح شما میشه. این محصول ساخت کشور لهستانه و از ویژگی‌های اون عدم ایجاد خشکی و زبری پوست، ضد حساسیت، اصلاح سهل و آسون تمامی نقاط بدن خانم‌ها و ایجاد پوستی فوق‌العاده صافه. این هم از آخرین محصول که جزء با کیفیت ترین خودتراش‌های توی این بازه قیمتیه. هر خودتراش باید 3 تا ویژگی داشته باشه. اول تیزی و برش تیغ اصلاح مطمئن، دوم برند خودتراش و سوم کیفیت و مرغوب بودن بدنه که این محصول هر 3 تا ویژگی رو داره. این خودتراش تیغه‌های 5 لبه بسیار با کیفیتی داره که فقط کافیه یک بار اون رو روی پوستتون بکشید و اصلاح و تمیزی رو تجربه کنید. این محصول یک نوار صابونی هم داره تا عملکردش سریع و روونتر بشه. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه و برات کاربردی بوده باشه. 2 ویدیو دیگر رو بهت معرفی میکنم که اگر دوست داشتی میتونی یکی دیگه از اونها رو هم ببینی. تا ویدیو معرفی محصول دیگه، خدا نگهدار.